البته پیش از اینکه من این شروع کنم یک تذکر لازمه که در این آدم در مسئولیت گفت که شناخت ها که است زمینه است نه و ریشه باور یا اعتقاد یا ایمان ریشه مسئولیت هست و ناهنجاری ها و بلاها و تقابل ها و اینا میوه های مسئولیت هست. خب من میگم این خودش تکرار نمو گپه دیگه تکرار خلاصی هم حرف است خلاصی هم گپه ای درسته استاد من خمیت برداشت کردم. خب این میگه که چند اول خب میگه انسان با همی که یک کمی مداقه کنه دقت کنه در خودش در پیرامونش در هستی پای به این میبره که انسان محکوم است یک حاکم در این هستی است. این رو میگه حتی ماتریالیست ها اعتراف دارن اونا با انرژی و قانون و چیزای دیگه ماده متواصل خدا را نیافتن اونا گفتن انرژی چیز مافوق است یا قانون مافوق است. این باز میگه قانون خودش محکوم است. خب این گپا رو میگه. باز این میگه چند نکته ای مطرح کرده بود برای صفات خداوند. حاکم این تعریف کرده بود که یکی بیمانندیش بود. در واقع هم سوره اخلاص رو جنبه‌های مختلف شه ولی بدون ترتیب گفته بود. یکی دومش بی‌نیازیش است، سومش نامحدودیش است، چهارمش یگانگیش است، پنجمش بهترین دوست است. زیبایی. بهترین دوست. زیباییش. زیبایی. ششمش زیبایی است، هفتمش کمالش است. خب هشتمش چیست؟ دهنده است. کریم است به اصطلاح مولانا مهربان. درسته؟ این حال میگه اینمی ادراکی به دو دسته تقسیم میکنه. یکی ادراک مجرد یکی ادراک با حالت. ادراک مجرد میگه بر انسان مسئولیت خلق نمیکنه. چیزای حواسای ظاهری است. همین معلوماتی که اون پیشتر که گفتیم نه علمی که امروی حیوان ها یک اشتراک داره که او اشتراکات حیوانی است. ادراک خوبی و بدی بر انسان چی رو خلق میکنه؟ عشق و نفرت خلق میکنه در هستی که باید با چی عشق بورزه از چی متنفر باشد. خب که عشق باز اونمو ایمان است منجر به ایمان میشه مطمئن استاد؟ خب اینال این عشق و ایمان میگه خلاصش باز میشه در عمل که خلاص شد باز میشه تقوا. عمل مسئولانه با اصطلاح که از روی ایمان بر بخیزه و از عشق بر بخیزه اون میشه تقوا. خب میگه این عشق هم از عشقهای کوچک به دست میآید. همین عشق بزرگ، همین عشق ناب، عشقی که به حق پیدا میکنی در اثر گرایش ها و عاشقانه های کوچک پدید میآید. ما را از اونها آزاد بکنم. از اونها آزاد میکنم. اما موضوع زهد میشه. مثال دنیا پرستی است که خیلی زهد رو واقعا قشنگ تعریف کرده اینجا. بله خب نظام باز گفتم مرحله نظام اخلاقی اسلام. اولش گفته تفکر همون درست نه؟ چند مرحله رو دیگه. شناخت خودم و ربم، عشق و ایمان، اطاعت و تقوا، آزادی و زهد، رضا، حیرت و تفویض. اما 8 مرحله کی میگه. خب بعد از این نیازها را مطرح میکنم. میگه نیازهای انسان در مقایسه با سایر جاندارها مشخص میشه که نیازهای انسان از چی جنس است. چی رقم نیاز داره انسان. بعد از این میگه بعد از این تشخیص نیازها 4 چیزی دیگه پدید میاد. اول جهت حرکت مشخص میشه. انا لله و انا الیه راجعون این میگه باز تفسیرش. خب بعد از او صراط مستقیم تو در کدام راه حرکت کنی که مستقیم باشه. بعد از اون مرکب‌های برای رسیدن است. اون چی چیز است؟ فکر است و عقل است و عشق است و ایمان است و فشار و بلا است و عجز و اعتصام است. همین چیز است نه؟ خب بعد از اون میگه راهبر مطرح میشه. مقام همون کسی که تو را رهبری میکنه که او امامت و رسالت است. خب بعد از این منزل هاست. رحم است، دنیاست، بهشت است. بهشت هم میگه منزل است که تو در اونجا بهشت میگه منزل نیست مقصود است. ششمش روش حرکت است. شرایع و احکام و نظام ها و قانون ها. خلاصه این چیزا بود.
درست. دیگه و یک چیز استاد اینمی مسئله که انسان همین مرحله رو تیر میکنه ازش ایمان به وجود نه، باز عمل به وجود نه، انسان عمل میکنه و تقوا باز مسائل دنیا رو کنار میگذاره و به زود میرسه و رشد پیدا میکنه، معرفت و گویی باز به حیرت میرسه. اینمی حیرتش کنه که باز استاد خود تشریح بتیم که انسان به کجا بازی حیرت باز پس تفویض میکنه به حساب دادگاه دیگه به قانون که خودش چی کنه. یعنی میگه که باز تشریحات بتیم. یعنی من به نظرم آقای رائید بسیار خوب خلاصه کرد، اما امهات مسائل رو ایشان اشاره کرد و خوب قشنگ و زیبا. در مورد حیرت من به شما یک چیزی بگم. هم ارسطو میگه، در که از فیلسوفان استفاده کنیم، و هم خود فارابی از فیلسوفان مسلمان میگه کلن تفکر زایده حیرته. اگر ما در مورد خود و در مورد جهان پیرامون خود دچار حیرت نشویم، حیرت به یک معنا ناکافی بودن دانش‌های بشری است. وقتی شما با یک پدیده بسیار پیچیده مواجه میشید که یافته‌های انسانی به تعبیر آقای ملکیان نمیتونه گره بگشایه، این شما را میبره در آستانه وحی در واقع. خب پس در واقع اگر شما دچار حیرت نشوید، اگر در نمانید، اگر یافته‌های انسانی شما چه تفکرات عقلی باشه، چه سیر سلوک عرفانی باشه، چه پژوهش‌های علمی و تجربی باشه، به همه پرسش‌های شما پاسخ بده، دیگه در وحی اینا تخته میشه دیگه. اصلا نیاز انسان به وحی از اینجا ناشی میشه. حیرت یعنی شما به این معنی که شما با یک چیزی پیچیده مواجه هستید، یک مرتبه با هیچ چیز مواجه نیستید، او حیرت نیست. یک مرتبه با یک چیزی پیچیده مواجه هستید و بعد هر کاری که میکنید این دانش‌های متعارف شما نمیتواند کلید فهمی او را یا باز کردن اون جعبه اسرار را به شما بده، اینجا در واقع شما نیازمند به وحی میشید. و حیرت همیشه مقدمه وحی مطرح میکنه، خیلی به نظر من خوب مطرح میکنه. آقای فارابی میگه، فیلسوف مسلمان میگه که حیرت سرآغاز تفکره و حیرت را در واقع فطرت ثانی انسان میدانه. فطرت اولی ما همین غفلته که عرفا میگه که استون این زندگی یا استون این عالم به اصطلاح غفلته دیگه. نه، زمانی که انسان از این غفلت فرا میره و در رابطه با خود و هستی دچار سوال میشه، اینمی آغاز حیرته و اینجاست که مرحله تفکر آغاز میشه در واقع. منتها اینجا میگه که تفکر انسانی کافی نیست در واقع، و لذا ما هرچی میزنیم آخرش هم میرسیم به چیز، به ناتوانی در واقع، و لذا نیازمند میشیم به این که خداوند از به تعبیر مسلمان ها از راه نامتعارف معرفت های لازم را در اختیار ما قرار بده. اون میشه وحی. خب به نظرم موضوع روشنه و خیلی چیز نیست. ما یک دو نکته را فقط میخواییم که در آغازش که شون بحث جهان بینی رو مطرح میکنه. در بحث جهان بینی ما دو سه تا مسئله مواجه هستیم. اول اینکه خود ما چی هستیم و کی هستیم، بعد این جهانی هستی پیرامونی ما چی هست، بعد جایگاه ما در اینجا، ما در این جهان چه جایگاهی داریم. یعنی این دو سه تا سوال در واقع محورها یا بخش‌های اساسی جهان بینی رو تشکیل میده و خصوصا در مورد این که ما جایگاه خود را تشخیص بدیم، اونجا ایشان باز آدرس میده که ما باید به استعدادهای خود مراجعه کنیم و بعد استعدادها به ما نشان میده که استعدادها از زندگی مادی ما فراتر میره. در ما ظرفیت‌هایی هست، در ما به اصطلاح استعدادهایی هست که
برای زندگی این جهانی و مادی ما به اون استعدادها نیاز نداریم. اینمی وقتی ما میبینیم که مثلا اگر شما نگاه کنید، اگر زندگی ما به همین بخور و خواب و تنظیم روابط اجتماعی و مسائل دیگه بود، ما در این حد خلاصه میشدیم، این مقدار ظرفیت هایی که در درون ما هست این لازم نبود. چون میگه و گستردگی یا مقدار این ظرفیت ها اون چیزی که در واقع هم تا حدود رای ما رو مشخص میکنه و هم جایگاه ما رو در نظام عالم مشخص میکنه. اینا در واقع هم کلیدهای حرفشانه و به یک معنا ما حرفشان درسته که در این فصل جهان بینی تقریبا خیلی حرفایی رو که قبلا گفته و اینا رو جمع میکنه، شاید تا حدود کوشش میکنه که منسجم در قالب یک نظام فکری که من جهان بینی است ارائه کنه. بسته نیست. و یک چیز هم میگه در این ارتباط استعدادها میگه که ما چراغی رو که تیل درش انداختیم میدانیم که تا چی وقت میسوزه. مثال میتونیم و ماشینی رو که بنزین زدیم میفهمیم تا کجا میره. ما وقتی که پای ببریم به استعدادها و ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود، ما میفهمیم که در محدوده دنیا نیستیم. ما برای یک سفر بسیار طولانی آماده شدیم. استعدادهای بسیار عظیمی در ما نهفته است. خیلی جالب بحث کردم. خونتا تفاوت خیلی در مسائلی که دیگرها جهانبینی را تعریف و تشریح کردن و مثلا آقای متحری یا شریعتی یک چیزی بخی گرچه خیلی همینطور خلاصه آورده و دیگه اونا یک ذره مشرحتر در بخش آمده. مثلا آقای متحری که از جهانبینی بحث کرده، از خود جهانبینی ها را تعریف کرده باز که جهانبینی چی است، باز اسلامی و علمی و غیری مثلا فلسفی و اینا رو تشریح کرده. درباره خود انسان علیحده یک تشریحات کرده، درباره خداوند یک تشریحات جداگانه داشته. تقریبا کتاب جهانبینیش هموره، ولی خیلی ساده و همونطور چی تمامش آورده که بیشتر من فکر میکنم متأثر از عرفان بوده ای آدم. ممکن این ممنا رو آورده دیگه. سوره اخلاص که میخواد حاکم رو مشخص کنه، در واقع همون تعریف خداشناسیشه دیگه. آخه او همین که تشریح میکنه که مثلا انسان، نگاه انسان به هستی، به انسان و نقش انسان در هستی چی است. خب انسان وقتی فکر کنه خودش چی است، که انسانی که میگه ابتدایی چیز نبوده، یک جهل سرش حاکم بوده، عیش سرش حاکم بوده، همون مرحله که انسان به دنیا میره، منظور شاید همون باشه. ولی یک زمان است که ایره به قدرت میرسه، به ثروت میرسه، به توانایی میرسه، به حکمت میرسه، به تمام چیز میرسه، ولی باز یک وقت دیگه میشه که کلی چیزا از پیش میره، پیر میشه نه، از بین میره دیگه، مرد به سراغش میاد و این معلوم میشه که از این میگه من به دست آوردم که یک حاکمی است. بالاخره ما محکوم هستیم به این دنیا، ما محکوم هستیم به این مرحله دیگه. این خیلی جالب است. ولی البته کسی اگر دیگه جهان بینی ها رو نخونده باشه، یک مقدار برای شاید چی باشه، گرچه که یک بحث بین شریعتی و سروش است، شاید استاد دیده باشم. شریعتی به این باور بود که عقاید یا ایدئولوژی از جهانبینی برمیخیزه. او میگه جهانبینی خب او یک شکل هندسی رو در اسلام شناسی شاید دیده باشین ترسیم میکنن، نه که زیربنا یا جهانبینی همون توحید است. باز از دل از این توحید 3 تا استوانه یا 3 تا ستون برمیخیزه. یکیش انسان در تاریخ است، فلسفه تاریخ است. یکیش جامعه شناسی است، یکیش خود انسان است، هیومانیزم. باز تمام امی از 3 ستون ایدئولوژی را حمل میکنن که او عقیده است، باور است. باز سروش مخالف از این حرف است. سروش میگه از هست باید بر نمیاید، از هستی چیستی بر نمیاید. خیلی مباحث این در بین است. سروش با مسئله ایدئولوژی یک چیز دیگه باز بخی با اون چیزی که آقای متحری
تشریح کرد از تئولوژی؟ نه، در سابق هم بحث بوده، چون در سابق ببینید حکمت را تقسیم میکردن به حکمت نظری و حکمت عملی. حکمت نظری باز تقسیم میکردن به الهیات و طبیعیات و مثلا ریاضیات. اینا سه بخش اصلی ما حکمت نظری بود در واقع، یا به تعبیر امروزی ما هست ها بود در واقع. بعد حکمت عملی را تقسیم میکردن به اخلاق و سیاست مدن و تدبیر منزل، یعنی اقتصاد در واقع. اقتصاد خلاصه تغییر یافته تدبیر منزل در واقع. اینجا به اصطلاح به یک معنی ایدئولوژی است، همون چیزی که اشارتی میگه، یعنی مجموعه باید ها و نباید هاست. اونجا مجموعه هست هاست. حالا الهیات از چی بحث میکنه، طبیعیات از چی بحث میکنه و ریاضیات. این از قدیم در واقع ما با دو نوع معرفت ناظر به رفتار ما و معرفت ناظر به دنیای بیرون، که دنیای بیرون چه رقم هست. در فلسفه البته گفته نشده که حکمت نظری زیربنای حکمت عملی است. این را سروش حق داره در واقع. بله. ولی برخی از نویسندگان دیگه غیر از فیلسوفان اینا گفتن که در واقع اخلاق حداقل مبتنی هست بر نوع نگاه ما به عالم. ولذا کسانی مثل داستایوفسکی یا کسان دیگه گفتن که اگر خدا نباشه همه چیز مباح میشه، یعنی دیگه اخلاق و شریعت و کل مسائل دیگه از بین میره، حقوق بشر زیرش کنده میشه در واقع. اونا گفتن که در آموزه های قرآنی هم یک نوع آمیختگی بین اخلاق و نوع نگاه ما به جهان هست. در واقع اگر ما به جهان به عنوان یک نظام کور، یک نظام بی هدف که مقام در اثر تصادف و حالا به تعبیر امروزی ها در اثر انفجار بزرگ به وجود آمده و ما نمیدونیم که پیش از انفجار بزرگ چی بوده و نبوده و مثلا مقام تصادفی به وجود آمده، اگر جهان چنین نظامی باشه دیگه نه اخلاق به اون معنا مبنا پیدا میکنه که چه رفتاری درسته چه رفتار نادرسته، سیاست هم هیچ مبنایی پیدا نمیکنه در واقع، و اقتصاد و فرهنگ و مسائل دیگه هم. فیلسوفان قدیم به صراحه نگفتن که ایدئولوژی از جهان بینی برمیخیزه، ولی به نوع اخلاق رو خصوصا افلاطون اینا مبتنی میکردن بر جهان بینی. بر جهان بینی به این معنا که اونا مثلا هم سیاست رو هم اخلاق رو افلاطون خیلی قشنگ سیاست اخلاق رو یک چیز میدن افلاطون. منتها سیاست مربوط میشه به جامعه، اخلاق مربوط میشه به فرد در واقع. یعنی اخلاق تنظیم میکنه رفتار فرد را و سیاست تنظیم میکنه، البته سیاست اگه درست باشه یعنی فلسفه سیاسی در واقع تنظیم میکنه رفتار اجتماع را، رفتار حاکمان را، رفتار رابطه قشرهای مختلف جامعه را با هم دیگه. و هر دویش 4 تا فضیلت اصلی داره. 4 تا فضیلت اصلیشی یکی عفت، یکی شجاعت، یکی حکمت، یکی عدالت. عدالت سرجم هر سه دیگه است. اینمی فضائل 4گانه یا فضائل 3گانه مبتنی هست بر شناختی که ما از انسان داریم. چون افلاطون میگه که در وجود انسان 3 نیرو هست. نیروی غضب برای دفع تهدیدها و آسیبها و خطرها، نیروی شهوت برای جلب منافع و سودها و اینا، و نهایتا نیروی عقل. لذا اصلا 3 فضیلت اصلی که افلاطون مطرح میکنه ناشی به همین 3 نیروست دیگه. شجاعت منظور به اصطلاح فضیلت مربوط به نیروی غضب، عفت فضیلت مربوط به نیروی شهوت و حکمت فضیلت مربوط به نیروی خرده. عدالت هم تناسبی که بین این نیروها باید برقرار باشه در واقع. هر کدام از این نیروها در جایگاه خود قرار داشته باشه ازش عدالت به وجود میاد. خب اینجا را مستقیما بحث ابتنار مطرح نکرده، ولی ببینید نوع تفسیر از انسان، نوع شناخت انسان نظام اخلاقی را ایجاد میکنه دیگه. افلاطون هم حرف میزنه. این از این نظر نگاه افلاطون به شریعتی نزدیکه. چون زیربنای شناخت هستی است. آره.
ولی در جایی که او آقای سروشچونی را خودش خاطری خود میگه که ما با آقای مطهریم در سفر که در لندن آمده بود بحث کردم. آقای مطهری آخرش نظر ما را نمیدونم پذیرفت چطور شد، در حال که آقای مطهری هم به ابتنا معتقده، این معتقده که جهان بینی زیربنای ایدئولوژی است یا ایدئولوژی مبتنی بر جهان بینی است. در واقع در اینجا شاید آقای مطهری شبیه آقای کی فکر میکنه و شاید خیلی آره. مثلا شما اگر کسان دیگر هم ببینید، اما معراج السعاده نراقی نارم که ببینید، اونا در واقع همین اخلاق یونانی رو به یک معنا مبنای توضیح اخلاق اسلامی قرار میده. علمی فضایل چهارگانه رو مطرح میکنه با علمی توضیح در واقع که از افلاطون گرفتن، اصلش از ارسطو و افلاطونه، اینو از افلاطونه در واقع، ولی اینا چون وارد فرهنگ اسلامی شده و باز خصوصا در فرهنگ شیعی که مثلا خیلی فلسفه و کلام اینها با هم آمیخته در واقع، دیگر را یکم فاصله گرفتن در واقع، ولی خصوصا تفکر شیعی آمیختگی درش هست. ولذا شما حتی در اواخر نه کتابای قدیم رو که بخونید ببینید، مثلا یا آثار خواجه نصیر رو بخونید یا از دیگران رو بخونید یا حتی چیزا آقای معراج السعاده نراقی ها رو بخونید مثلا، یا حتی در من دیروز اتفاقا تحقیق میکردم چه سرچ میکردم در جلدهای مختلفی ترجمه تفسیر المیزان، در خیلی جاها تقریبا اون نگاه با آقای طباطبایی حاکمه. این آقای طباطبایی تقریبا اون نگاه یونانی رو داره در رابطه با مسائل اخلاقی اینا. خیلی شاید مثلا مؤیدات یا شواهد دینی دارن برایشون، ولی اصلی اسکلت و چارچوب یونانی دیگه فکران یونانی کرد.